بینندگان عزیز، آقای آریا فرپوری میهمان من و شما خواهند بود لحظاتی دیگر. فعال سیاسی. خوب، آقای آریا فرپوری عزیز، بعد از غیبتی طولانی خوش آمدید. خوش آمدید. درود بر شما جناب چالنگی گرامی و درود بر بینندگان عزیز. خیلی سپاسگزارم که من رو مجددا برنامه‌تون دعوت کردید. هستم در خدمتتون. بزرگوار. سپاس از حضورتون. این توضیح رو باز من بدم برای بینندگان. مهمان ما آقای فرپوری وقتی هستن، دقایق آخر گفتگو با مهمان پیشین رو ایشون میبینن. از نظر تکنیکی استودیو هر دو مهمان رو در لحظاتی دار. همونطور که دیدین آریا جان، ما با افشین صحبت بود، صحبت حکومت یک اپوزیسیون برای خودش دست و پا کرده که به دردش بخوره. اپوزیسیون چی میگن فرنگی ها؟ فیک ها. این رو چطور ارزیابی میکنید شما به عنوان فعال سیاسی در ارتباط با رویدادهای مشهد؟ بله جناب چالنگی بزرگوار، رویدادهای مشهد یک نقطه عطفی در تاریخ این مبارزات نیم قرن اخیر بود. به نظر من یک روزی بود که با قدرت بیش از پیش هموطنان میهن پرست ما فریاد زدند که چه چیزی رو نمیخواهند و چه چیزی رو میخواهند. فریاد زدند که تمامیت و کلیت جنایت و مکافات 57 رو نمیخواهند. فریاد زدند که رهبر تراشی رو نمیخواهند، همین مسئله که اشاره کردید بهش. فریاد زدند که دیگه نمیخواند فریب اپوزیسیون فیک رو بخورند. فریاد زدند که پروژه پوست اندازی رو نمیخواند و جلوش میستند. و در عین حال فریاد زدند که چه چیزی رو میخواهند علاوه بر این که چه چیزهایی رو نمیخواهند. شعار جاوید شاه میاد به خون ضحاک سرنگونه، شعار ای شاه ایران برگرد به ایران، رضا پهلوی، این از شعار ملی. دیگه از این واضح‌تر نمیشد این مسئله رو مشخص کرد. ببینید این پروژه پوست اندازی یه پروژه خیلی واضحیه بزرگوار. این حکومت میدونه، این رژیم میدونه که نمیتونه به همین شکل ادامه بده. میخوان به اون فونداسیون پوسیده یک رنگ ظاهری جدید بزنن، رنگ صورتی جیغ زرد جیغ بزنن، نهایتاً اصل ولایت فقیه‌اش رو حذف کنن، ولی اون ساختار قدرتی که نیم قرن ایران رو بلعیده و از منابع ایران استفاده کرده و در حال چپاول ایران بوده، بتونه قدرت خودش رو حفظ کنه با یه سری شخصیت‌های ظاهری جدید. و خب مردم دیگه واقعا فریب این بازی‌ها رو نمیخورن. چقدر جناب چالنگی اینها هی دارند این مسائل رو تکرار میکنن، مدام رهبر تراشی میکنن، مدام از لپ های سیاسی شخصیت در میارن، ولی خب میبینید که چطوری هم تو دهنی میخورن دیگه. و نکته جالب برای من اینه که ببینید همین جماعتی که اینطوری تو دهنی خوردند از سمت مردم میهن پرست، بعد از اینکه یکی دو روز گیج بودن و سرگیجه داشتند، الان اومدن، حالا نمایندگانی از هر سه طیف این جماعتی که هموطنان به درستی اونها رو سه فاسد مینامند، الان اومدن میگن این هموطنان میهن پرستی که با این شجاعت چنین حماسه‌ای رو خلق کردن، چه میدونم عوامل رژیمند و اینا. حالا همین حرفا رو این آدم‌ها در مورد میهن پرستان چند وقت پیش چی میگفتن؟ میگفتن اینها ربات‌های مجازی اسرائیلی ها. ببینید دوچار سرگیجه و سردرگمی شدن این حضرات و درود باید فرستاد بر هموطنان میهن پرستی که اینطوری به قلب مجموعه اهریمن زدن. و خیلی واضحه این بحث پروژه اپوزیسیون فیک دیگه الان واقعا شناخته شده است بر من. بفهم. خب شما اون چیزی که گفته شما اپوزیسیون فیک نیست در خارج ایران، چقدر هماهنگ میبینید با داخل ایران؟ یعنی در این مورد قضیه اگه مردم در ایران میگن که پادشاهی خواهی رو به گفته شما فریاد میزنن و به گفته بسیاری و به گفته خود تظاهر کنندگان در خراسان که فریاد زدن نمایندگی میکنن هزاران بلکه چندین میلیون رو در ایران، ولی در خارج ایران این رو در این اردوگاه پادشاهی خواهان این یک دستی و یک پارچگی رو ما نمیبینیم. یعنی بحث های زائد غیر لازمی مثل مشروط خواهی، پادشاهی خواهی،
سلطنت خیر، پادشاهی، سلطنت فلان، از این بحث‌های لغوی بی‌معنای بی‌سرانجام می‌بینیم. اینو تا چه اندازه به زیان این اردوگاه میدونید و به سود حکومت؟ ببینید، اولا در کل یک هماهنگی مستقیم و غیر مستقیمی وجود داره بین بدنه خود جوانای فعال پادشاهی خواه در داخل و خارج کشور. من برای این حرفم یه سند میخوام بیارم. در مونیخ پارسال قبل از نوروز بود که شعارهایی سر داده شد، برای اولین بار هم در کل فضای سیاسی داخل و خارج کشور این شعارها سر داده میشد. دقیقاً در نوروز در شهرهای مختلف کشورمون همون شعارها رو بچه‌های میهن‌پرست سر دادن. دوباره یه سری از شعارهایی که بچه‌های میهن‌پرست در داخل سر دادن، اونها رو بچه‌ها در اروپا سر دادن. میدونی یعنی این همدلیه وجود داره بین بدنه جنبش پادشاهی خواه. اما البته یه چیزی هم باید بدونیم دیگه. ببینید، پادشاهی خواهی که یک حزب نیست، یعنی تفکر سیاسی است برای شیوه مملکت داری. افکار مختلف درش هست، عقاید مختلف درش هست و من شخصا معتقدم که وقتی یک شخصی هست که ما به عنوان پادشاه ایران، پادشاه قانونی ایران میشناسیمشون، ایشون راهکاری میدن، ایشون مسیر رو تعیین میکنن، هر پادشاهی خواهی باید مسیر رو بپذیره و علاوه بر این که بحث حالا پادشاهی خواهی هست، بحث فرمانده این جنگ هم ایشون هستن. من شخصا مفید نمیدونم این بحثا رو، ولی خب طبیعت فضای سیاسی هم هست تا یه حدی دیگه. یعنی پادشاهی خواهی، یا اجازه بدم آقای فرپوری، من نمیخوام این بحث رو بهش دامن بزنم. پادشاهی خواهی تفکر نیست، یک نظامه. پادشاهی خواهی ایدئولوژی نیست، یک نظام خیلی هم روشن چگونه است. نمونه مشروطه شو داریم، نمونه های غیر مشروطه هم داریم و ایدئول مارکسیسم یا اسلام نیست که برداشت‌های مختلف پادشاهی اینطور باشد اونطور نباشد. خیلی روشنه. بزنین حرفو به شکل دیگه. حرف من این هستش که چگونه میشه این هماهنگی به وجود بیاد؟ خب این هماهنگی رو به نحوی آدم بین خود شخص ولیعهد ایران آدم میبینه و جنبشی که در داخل این یکپارچگی وجود داره. چگونه میشه نیروهایی که در این زمینه فعالیت میکنن هماهنگ بشن و همسنگ بشن با جنبش داخل کشور؟ من شخصا یا لازم هست اساسا یا لازم نیست؟ بله، من شخصا بر اساس تجربی هم که خودم به دست آوردم در طی این سالا به این نتیجه رسیدم که نه امکان پذیر است، نه حتی لازم است که مثلا یک مجموعه کاملا هماهنگ سازماندهی شده در خارج کشور وجود بیاد. همین جزایر گوناگونی که وجود داره و یک آرمان مشترک دارن فعالیت میکنن، به نظر من بهتر میتونن به کارشون ادامه بدن و خود مردم هم در داخل کشور تشخیص میدن که چه بخشی از این جزایر، چه گروه‌های، چه افرادی همسو هستن با رضا شاه دوم، با پهلوی سوم و چه افرادی هم نیستن. این به نظر من شخصا در جواب خیلی واضح به فرمایش شما، پرسش شما، نه لازم میدونم نه امکان پذیر میدونم دیگه. میدونید انقدر. بله بفهم. نه بفهم داشت میفهمم. خب بزنید آریا فرپوری چه میخواد؟ یعنی ایرانی رو که با نظام پادشاهی داره اداره میشه، چه ایرانی است برای آریا و کسانی که میشناسی و تشخیصی که میدی که در داخل ایران؟ خب در داخل ایران جوانان از دیوار انقلاب رفتن بالا، دوران محمد رضا شاه پهلوی رو دیدن، سرک کشیدن، دوران رضا شاه رو خوندن و دیدن چه کرده و اینها. اینو چطور در آینده میبینید؟ چه آینده ای رو متصور هستین تصور؟ ببینید بزرگوار، مهمترین مسئله در این بحث پادشاهی خواهی و در واقع اون حرکتی که پهلوی های ایران ساز در تاریخ ما انجام دادن، شکوفا شدن ایران بود. ببینید، این که ایران در اولویت باشه برای هر بحثی در اون مملکت. ببینید، کشور رو کسانی میسازند که عاشق اون کشور باشند. ایدئولوژی هایی که مخالفت دارن با مفهوم ملت، با مفهوم هویت ملی، یه سری به فکر نمیدونم
تفکرات دینی هستن، یه سری به فکر تفکرات جهان وطنی هستن و اینا مشخصه که نمیتونن مملکت رو بسازن. چیزی که هر ایرانی میهن پرست پادشاهی خواهی برای ایران فردا میخواد اینه که ایران در اولویت باشه در درجه اول. کسانی که هدفشون از فعالیت سیاسی این هست که مملکتشون پیشرفت کنه، شکوفا بشه، اونها در مسئله امور قرار بگیرن. مسئله بعدی شایسته سالاری است. اینکه افراد بر اساس اینکه چه میدونم وفاداری داشته باشن به یک ایدئولوژی سیاسی نتونن بیان بالا، افرادی که شایسته هستن بتونن در مسئله امور قرار بگیرن. و مدرنیسم و دوباره در مسیر جهانی قرار گرفتن، خارج شدن از این انزوا، خارج شدن از این حالت جنگ با تمام کشورهای جهان. میدونید زندگی نرمال توأم با اولویت دادن به منافع ملی و توأم با شایسته سالاری، این دقیقاً چیزی است که پهلوی‌های ایرانساز برای ما در طول دوران پادشاهی و ارمغان آوردن و شهریار ایران هم در همین مسیر میخوان گام بردارن. شکوفایی ایران به طور کل. سخنی اگر هست در همین مسیر باز میشنویم از شما و اینکه آریا فرپوری آیا آماده است در چنین ایرانی گوشه از کار رو بگیره یا کمتر از 1 دقیقه وقت؟ بله، من شخصا که جناب چهاررنگی عزیز نه این کار رو نمیخوام انجام بدم. من در فردایی که پادشاهی پهلوی در ایران مستقر بشه از فضای سیاسی خداحافظی خواهم کرد. خیلی اما افراد شایسته‌ای داریم که این کار رو انجام بدن. ولی جان بله بفرمایید. من منظورم سیاسی نیستم، کاری که میتونید، تخصصی که دارید، گوشه از کار همین. قطعاً به عنوان یک شهروند ایرانی من هم به مام میهن باز خواهم گشت و در حد توانم سعی میکنم که در بازسازی اون مملکت مشارکت داشته باشم مثل سایر هموطنانی که این کار رو خواهند کرد. میلیون‌ها ایرانی خارج کشور نیروی بزرگ انسانی و در داخل کشور آماده برای ساختن ایران پس گرفتن اون. سپاسگزاریم آقای آریا فرپوری و آقای فرپوری عزیز و به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. پاینده باشه. بینندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم با تاکید بر این واقعیت که ایران هرگز نخواهد